دو بزرگمهر با قول در ادبیات میگنجند. از جمله اونجا یک شعر من هم بود، یک شعر بزرگمهر تاجی هم بود و یک شعر بزرگمهر حکیم هم. چرا تاجیک بودن در این سرا دشوار است؟ سبب آفریده شدن همین شعر هم خودی همون وضعی همون شب و روزه بود. در پشت و کوه رهزن و ترار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. بلکه نام مرا از کلخاز و سوخاز و یا کتاب‌های مرا از کتابخانه‌های حدودی تاجیکستان کتاب‌های مرا جمع کرده نابود می‌کنه. تو کسی سیاه نام را در گزیت راه داده گفته و استاد ترسونزاده فشار آورد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی هم قلم و هم علم است. این مراتبه مهمان ما روزنامه‌نگار و شاعر جوان ولی صاحب استعداد و اعتراف شده امروز بزرگمهر بهادر هستند. خوش آمدید. سلامت باشید، زنده باشید. بزرگمهر عزیز، در مورد نام شما میخواستم پرسان کنم. اول این نام را به شما کی گذاشت و اگر که این فقط تخلص باشد برای چی انتخاب شد؟ درود و سلام. تشکر که این فضا رو برای یک صحبتی فکر میکنم خوب خواهد شد فراهم آوردید. بزرگمهر نام اصلی من است. از روزی که چشم به دنیا گشادیم و به گوش ما از آن گفتند، از اون روز بابایم که هنوز زنده هستند 84 ساله محمد شریف نام دارند و همین نام رو از شاهنامه برگزیده در یک دفتر قید کرده ماندگی بودند و وقتی که من تولد شدم همین نام گذاشتند و مثل شما بسیاری هم میپرسند که شاید این تخلص باشد. نه، این واقعا هم نام من است که از شاهنامه برگزیده شده. همون وزیر انوشیروان عادل و اختراعگری نرد است، یعنی بازی نرد که در شاهنامه است. سلامت باشید. واقعا از همون تاریخ ما میدونیم که بزرگمهر حکیم این وزیر انوشیروان عادل بود. برای چی تا به امروز هم شما فقط میخواید وزیر باشید، یعنی که شخصی دوم باشید؟ بله، من یک مدت تقریبا تا زمان دانشجویی، حتی در زمان دانشجویی هم میخواستم در همه چیز اولین باشم، کسی اول باشم، یعنی برنده باشم. دقیق ترش مثلا خواه و المپیادی فنی باشد، خواه مثلا یکم مسابقه ورزشی باشد، دلخواه میخواستم همیشه برنده باشم، همیشه پیروز باشم و همیشه اولین باشم. حتی جای دوم سوم حتی پذیرفته نمیتونستم. اما بعدتر خودی میگویند که سن و سال رفتن گرد یا زندگی خودی آدم ملا میکند. واقعا هم زندگی جریان روزگار و فعالیت های من بعدی من برای خودم یک چیز اثبات کرد، ثابت کرد که در همه چیز اولین شده نمیشود. و یک گپی یک بزرگی هست که مؤلفش معلوم نیست، کدام یک متفکری فکر میکنم اروپا میگوید که ما بیسوادیم اما در ساحه‌های گوناگون. واقعا ما نمیتونیم در همه چیز باسواد باشیم. مثل علامه سینا که همدان بود، این بسیار کم در کم خیلی انسان ها مثلا پدید میاد. یا مثل استاد صدرالدین عینی که در چند جبهه مثلا پیروز بود، دست بالا بود، دانا بود. فکر میکنم خیلی انسان ها خیلی یک این پدیده است. خیلی دیگر فکر میکنم این معنی آن ندارد که تا هنوز شما موقع اصلیتون رو پیدا نکردید که چی باید باشید؟ روزنامه‌نگار باشید یا شاعر باشید؟ نه به این معنی نیست. به این معنی که مثلا نمیشود هم شما در بازی نرد و شاهمات ببرید، هم شاعر خوب شوید و هم در روزنامه مقاله های ضربه‌زن نویسید و در کوتاه‌ترین فرصت جایزه لاهوتی گیرید. یعنی به این معنی فرستادم، یعنی شما نمیتونید، شما باید حتما با یک راه روید. او دیگر راه ها باید به این راه برای دریافتن گره ها و یا برهم دادن سد هایی که در این راه هست برای شما یاردم کنند. باید نه اینکه ویا اساسی باشه، یک چیز اساسی باید باشه. و من باید یک لطف آمیز به شما بگویم که من شخصی اول هستم. مثلا من برای مادرم اولین فرزندم و برای همسرم اولین شوهرم و برای فرزندان خودم هم من پدر هستم و یگانه پدر هستم. یعنی مانند من نیست، من اولین هستم. و حتی برای عشق اولینم که در ده از عشق کودکی میگم به قول استاد لویر، یادش بخیر باد آن عشق کودکی، آن شعر گم شده چون شعر رودکی، من برای اون هم اولین هستم. و من نمیگم و فکر شما راضیش نمیتونم که من
وزیر باشم و دویم آدم باشم. سلامت باشید. واقعا بزرگمهر فقط در ادبیات ما یک بزرگمهر بهادر نیست. در ادبیات ما یک شاعر جوان و صاحب استعداد دیگری هست با اسم بزرگمهر تاج‌الدین. از روی شنیدم او هم سبق شما هم هست، ولی دو بزرگمهر بار با هم صحبت کرده بدید که در سر همین نامی داشتهتان اقلا با یکدیگر صحبت کرده بدید که مثلا سر یگون شعر بحث کردید، سر یگون معنی بحث کردید، سر یگون مشکل بحث کردید و عموما همین دو بزرگمهر به قول در ادبیات میگنجند. سلامت باشید. ما 6 سال یک جا خواندیم، هم زمانی بکالوری هم زمانی مگستراتورا در اکادمی ملی علم‌ها همراه بودیم، در خوابگاه دانشجویان هم همراه بودیم. اما در مسئله نام ما هیچ مشکلی نبود، چون که وای از نظر خوی و خصلت و خراکتر تماما یک آدم دیگر است و عجیب که من با وای تماما ما دو قطب دیگریم و از نظر خوی و خصلت البته هدف ما هم هر دو هم خدمت کردن برای ادبیات است، اما خوی و خصلت ویژگی های ما تماما دیگر است و هیچ کس هم ما نمی گفت که مثلا حتی در همون گروه همکورسا هم نمی گفت که نامتون عوض کنید، چون که بزرگمهر میگم هر دوتون برابر ها میگید بله میگید، یعنی در سین حتی آموزگارا هم نمیگفتن، چون که همین خوی و خصلت ما برای روشن بود که ما دیگر آدم هستیم و حتی بین هر دو ما هم یگان بار در این مسئله صحبت نشده است. اما شاعر یک شعر نام یک کتابچه چاپ شد، از هر یک شاعر جوان تقریبا 30 شاعر جوان یک شعری چاپ شد، یک کتاب بسیار خرد با ابتکار و اهتمام استاد گلرخسار. از جمله اونجا یک شعر من هم بود، یک شعر بزرگمهر تاج‌الدین هم بود و یک شعر بزرگمهر حکیم هم بود. این بزرگمهر حکیم خیلی جوان است، از ما تقریبا 5-6 سال از ما خردتر است. سه بزرگمهر. بله از او اتفاق از وای حالا در صدای شرق کار میکنه. بزرگمهر حکیم هست، یعنی در بین ما استاد گلرخسار گفتن که از بس که تاریخ آشنایی ما با استاد گلرخسار خیلی بعد سالهای 2012 و 13 میرسد و من بار اول اون کس به دانشگاه آوردم، مهمان شده بودن. از همون زمان اون کس به من یک مهری ویژه داشتن و من هم اون کس خیلی دوست می‌دارم. با این بزرگمهر رو دیرتر آشنا شدم، هرچند بزرگمهر تاج‌الدین از من کلان سال است، لیکن استاد گلرخسار در اون معرفی کتاب پیشنهاد کردند که این بزرگمهر یعنی من با همین نام بمانم و اونها حتما یگان تخلص‌های دیگر انتخاب کنن. این چیز در همون محفل ماند و از اون محفل این گپ بیرون نبرآمد و منم این گپ پیگیری نکردم، با اونها در این مورد گپ نزدم و راست گپ برای من یگان مشکل نیست در این مسئله. راست گپ یگان مشکل نیست، بگذار بزرگمهر 3 تا باشه 4 تا باشه باور کنید، چون که من به یک چیز باور دارم، به طالع باور دارم. 10 بزرگمهر شعر میگوید، کدام بزرگمهر در ادبیات میموند من نمیدانم در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. یعنی ما نمیدونیم در این دنیایی که ما زندگی داریم و چه تلاش‌های از خودمون گویا نشان میدیم و چه ابتکارایی میکنیم، نمیدونیم که این در این دنیا سنگریزه قدر دارد یا عقیق. یکی میبینید که عقیق به یک پشیز برابر میشود و میبینید که یک سنگریزه ناگهان قدر پیدا میکنه. این خیلی از دنیا و برای اینا من هیچ یگان ذره در این مورد فکر نکردم که آیا همین 3 بزرگمهر، حتی بسیار یا شوخی آمیز میگن که آینده در تذکیره ها و کتاب ها هر سیاتون آمیخته میکنن، شعری تو رو به نام این میخونن. من میگم این چیزی چی مشکل نداره، مهم ماندن اون شعر است، ماندگاری یک شعر است. این مهم نیست که به نام کدام بزرگمهر ذکر میشه. تاجیک بودن در این سرا دشوار است. این نام یک مجموعه شعری شما است که بعدتر در شکل کتاب هم چاپ شد. و یک سوال، چرا تاجیک بودن در این سرا دشوار است؟ واقعا هم درست گفتید، 2024 این کتاب چاپ شد و این مصرعی که ما نام یک کتاب انتخاب کردیم سرلوحه یک شعر بسیار طولانی است با همین نام و در داخل همین کتاب هست و 2024 شب روزی بود که افغانستان دیگر پوره در چنگال طالبان بود و وضعیت خیلی نگران کننده بود. دل آدم به حال تاجیکان آن سوی آمو خون میشد، خون میگریست
و حتی من میتونم بگم که سبب آفریده شدن همین شعر هم خودی همون وضعی همون شب روزه بود و من با ابراهیم جان دوستلی زاده و بعضی از دوستان یک کتاب چاپ کرده با نام نامه به پنج شعر و یعنی که یک انگیزه ای همون تلاش های فرهنگی یا ادبی که ما خواستیم که به تاجیکان آن سوی آمو یک حداقل ما نمیتونیم مثلا یاری مادی بکنیم، ما نمیتونیم اونها رو از اون سوی سرحد این سوی بگذرانیم و به دادشان برسیم یا مهاجرت اونها رو حتی آسان کنیم. این چیزا به دست ما از دست ما نمیاد. خواستیم توسط کتاب، توسط یک نامه، توسط قلم یک همدردی خودمانه یا دربارشان بودنمون معلوم کنیم و همین کتاب هم یک نوع محصولی همون تلاش ها، همون نیت های نیک بود و خوشبختانه ما به این نیت نیک رسیدیم که معلم عزیزمان لطفت که اینجا این کتاب چاپ کردند و اکنون چرا تاجیک بودن دشوار است. بیایید برای اون که صحبت ما کشال نیابد به درازا نرود، همین 6 قهرمان تاجیکستان من به شما میگم که آیا تاجیک بودن همین 6 قهرمان داریم، آیا تاجیک بودن همینا در زمان زندگیشان آسان بود؟ و ما خوشبختانه یک قهرمان زنده داریم، سرور دولت جناب امام رحمان. آیا 5 قهرمانی که امروز دیگه در بین ما نیستند، آیا قهرمان بودن آنها، قهرمان بودن استاد عینی آیا آسان بود؟ میدونید که بسیار مشکل بود و حتی سال 37 بنا به نامه هایی که استاد عینی به لاهوتی می نویسند و استاد لاهوتی به استاد صدرالدین عینی از مسکو پاسخ می نویسد، به نزدیکی انقدرش 3 سال پیش کتاب نامه های استاد را با تحریر و تکمیل و تصحیح و ویراستاری معلم انظورت ملکزاد چاپ شد. اگر اون نامه های ورق زنید پری درد است و موافق همون نامه ها استاد صدرالدین عینی قریب بود که نابود شود و اگر کمتر پافشاری و میانه روی استاد لاهوتی نمی بود استاد عینی نابود میشد و پس معلوم میشود که تاجیک بودنی استاد صدرالدین عینی هم آسان نبود. و میدونید یک جای علمناک همون نامه چی هست؟ میگوید که میدونید رفیق شفیق لاهوتی میگوید در نامه اش استاد عینی عجیب که میگوید نامی مرا از کولخاز ها و بعضی مکتب هایی که در ازبکستان، چون که برای ادبیات ازبکستان هم خدمت کلام کردن استاد، از اونجاها نمیگوید ببینید، بلکه نامی مرا از کلخاز و سوخاز و یا کتاب های مرا از کتابخانه های حدودی تاجیکستان کتاب های مرا جمع کرده نابود میکنند و نامی مرا از لوحه هایی که با خط های فارسی و کریلی و یا لاتینی در دوشنبه و در دیگه شهرهای تاجیکستان است از اونجاها گرفته نابود میکنند. میگن این علمناک است. میگن یعنی که میگوید که باور کنید، میگوید 70 دره که آدمای امیر در بخارا به پشت من زدن، 70 خونشار شد، پوست من از جا برخاست، از بدن من برخاست، خونشار شد، اون علمناک نبود در حالی که من سالمم. اما در تاجیکستان به من چیکار میکنن؟ مرا در سیمای من، در کتابهای من کینه میجوین، غرض میجوین و مرا خائن میبینن. این علمناک است. به لاهوتی نامه مینویسد استاد عینی. یعنی که آیا اکنون سوال، آیا تاجیک بودن استاد عینی آسان بود؟ نه. یا همگی در 38 سالگی پرونده شدن شینشاه شاه تیمور در مسکو و حتی نگذاشتن آن که تنش را مثل یک مسلمان، مثل یک اهلی مثلا تاجیکستان به خاک بسپارند و در کریماتور تنی بیجانش رو بعدی پروندن بسوزند و در یک گوری عمومی آب شکلات بش میگویند خاکش پاشند مثلا. آیا آسان بود؟ وای فقط به خاطر آن فدا شد که وای خودش تاجیک گفت و به استالین نامه نوشت که حقوق تاجیکان در ورارات پایمال میشود. تنها به همین خاطر کشته شد. و میبینیم نصرت الله مخزوم. آیا همین نصرت الله مخزوم هم جوانمرگ شد، پیش از مهلت کشته شد؟ آیا همین هم به خاطر نامه هایش، به خاطر نگاه داشتن تاجیکستان و به خاطر به تاجیکستان امروزه همراه کردن بعضی حدودهایی که واقعا مالی ما از آیا فدا نشد؟ فدا شد. و استاد ترسونزاده فکر میکنید که یا باباجان غفوروف در سری تاجیکان چه غیبت ها، چه تهمت نامه ها نوشته شد؟ خیلی به گفتن من هم مردم میدونن، چون که برای گرامی داشت باباجان غفوروف خیلی کارها، آزمون های علایدی حتی تاجیکان خانی شد و تاجیکان خانه به خانه تقسیم شد. حاجت گفتن نیست.
و خودی سرنوشت استاد ترسونزاده هم تنها به خاطر آنه که مقاله بکتاش در کمسمال تاجیکستان چاپ کرد و بکتاش گویا به سیاست بکتاش یکی از بزرگترین روشنگرانی ما، اما با سیاستی اون زمان یک گویا که سیاه نامش سیاه شده بود، تو کسی سیاه نام را در گزیت راه دادی گفته به استاد ترسونزاده فشار آوردن. استاد ترسونزاده یک مدت حتی به خوجا هم فرار کردن که تا همین گپ و کلاچه ها کمتر خاموش شود، آتش کینه و کدورتی بعضی ها به استاد ترسونزاده و حتی از اونجا برگشتن بعدا استاد ترسونزاده و خودی سرور کشور امام علی رحمان آیا به سر قدرت به آسانی آمد؟ نه. و بیایید همیشه بروزه میگویم، بیایید سالهای 90 همه میدونند که با چه قهرمانی ها تاجیکستان نجات داده شد، از جمله با قهرمانی های سرور دولت. همیشه بروز این طرفی آمو طالبان دیده ایستادید که از 25 ژانویه این طرف قریب که هر 2 هفته یک بار هجوم کرده ایستادن یا یگان مواد مخدر گذرانده ایستادن. از خبرها آگاهید شما؟ آیا یا تازه ما با قرقیزستان و ازبکستان بعضی مسائل های مرزی را به پایان رساندیم، این سازشنامه صلح دوستی ابدی امضا شد و هنوز هم بعضی حجت ها امضا کنی، بعضی حجت ها ادامه دارد. یعنی حالا برای سرور دولت آسان است که در ورارود یک کشور کوچک را در بین ابرقدرت های جهان و در این منطقه ورارود آسیای مرکزی نگه دارد. یعنی تاجیک بودن امروز هم آسان نیست. یک مصرع از استاد لایق در یادم اومد. استاد لایق هم یک زمانی میگرد که یا خطا رفته به تاجیک تولد شدن هم سوال میگذارد. واقعا تاجیک بودن و تاجیک ماندن خیلی دشوار و شاید سببگار آن که شما سالیان آخر شعرها در مورد خودشناسی ملی زیاد میگوید به این خاطر باشد. ولی سوال این است که آیا گوش فریادشنوی هست که همین به قول داد و فغان و فریاد شما رو همچین شاید شنود؟ کم است اما هست. و یادتون هست که من 2023 پیش از آن که این کتاب چاپ شود در اتفاق نویسندگان اولین محفل شعر برگزار کردم با نام این وطن را ساختن آسان و اون هم یک نوع اشارت به همین مسئله هایی که گفتیم بود. و باور میکنید من بودن گوش های شنوا را از فضای اجتماعی احساس میکنم. مردم توسط شبکه‌های اجتماعی، خواه تلگرام، خواه واتساپ، خواه فیسبوک که امروز خوشبختانه توسط این شبکه‌های اجتماعی دیگر مرزها قریب که وجود ندارند، دنیا به یک خانه خرد مبدل شده است. باور میکنید وقتی که تاجیک بودن در این سرا دشوار است را به فارسی برگردان کردیم و در این شبکه گذاشتیم و سعید سنگین یک شاعر خیلی خوبی ما، شاعری روسی زبانی ما، اینو به روسی ترجمه کرد. بیت تاجیکم و تو میره نلیخکو هم به همین شکل ترجمه کرد و ابراهیم جان این شعر به خیتویی ترجمه کرد، به انگلیسی ترجمه کرد. باور میکنید از 4 سوی دنیا، تاجیکان افغانستان، تاجیکان ازبکستان، تاجیکان روسیه، تاجیکان قرقیزستان، تاجیکان قزاقستان، افغانستانی هایی که دیگر امروز در کانادا هستند، در استرالیا هستند، همه قدر نوشتند که من گفتم بینید یک صدا یک شعر مثلا تا کجا مثلا تاثیرگذار است. و این میدونید برای من چقدر بال و پر بخشید، چقدر به دل من گرمی بخشید که من هم مثل شما، این البته زمینه سوال شما یک ناامیدی است، البته من هم همین گونه یک ناامیدی را داشتم که امروز ما شعر به کی میگوییم. حتی من در یک شعر گفته بودم که درد من بسیار اما کو زبان، داغ من بسیار اما کو توان، میتوان آیا دیگر خاموش بود در هجوم تیغ و شمشیر و کمان. یعنی دیگه خاموش شده نمیشود، اما وقتی که فریاد کردی کو شنونده، گفتم که لیکن خوشبختانه دیدم که نه، هنوز هم گوش شنوا هست و از مراجعت پیاپی اونها حس میکنم که خوشبختانه من باید شخصا بنده باید در این جاده باید استوار باشم و همین جاده رو باید ادامه دهم. سلامت باشید. واقعا یک رسامی خیلی صاحب نامی ما طاهر نظرم به این شعر به طرز خودش
سرود است که واقعا شنیدنی است. در پیش همیشه چاه یا دیوار است، در پیش همیشه چاه یا دیوار است، در راه همیشه سنگ و سیل و خار است، در پشت و کوه رهزن و ترار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. از چهار طرف چشمی علا میبینم، چشمانی همه سوی طلا میبینم، در داخلی خانه دوز به زینهار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. اغیار که در علم فریب عیار است، اغیار که در علم فریب عیار است، برخوردن حق مردمان تیار است، ایمان و عدالتش همین دلار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. در پیش همیشه چاه یا دیوار است، در راه همیشه سنگ و سیل و خار است، در پشت و کوه رهزن و طرار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. از چهار طرف چشم علا میبینم، چشمان همه سوی طلا میبینم، در داخل خانه دوز به زینهار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. اغیار که در علم فریب عیار است، برخوردن حق مظلومان تیار است، ایمان و عدالتش همین دلار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. زان گوشه اگر خطا تو را میبلعد، زین گوشه دو سه ترک تو را میبلعد، از دوست همیشه دشمنان بسیار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. تاریخ به من جور و جفاها کرده است، با اشک قلم ریشه من پرورده است، پایان هنر درد و غم و آزار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. در سرگه ملک من هیاهو کردند، درواز و بدخشان مرا دو کردند، در آن طرفی پنج فقط تیرار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. افسوس سمرقند من از دستم رفت، هیهات بخارای من از شستم رفت، نارفته ز من کوه فقط پادار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. تنها نه دو سه شهر و سرا دزدیدند، تنها نه دو سه شهر و سرا دزدیدند، سرواده و فرهنگ مرا دزدیدند، اقرار ز من کار عدو این کار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. بر نام زبان پارسی اغوا شد، بر تاجیکی دری ما دعوا شد، آخر همه رشته های یک ستار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. بابای مرا به خاک و خون آغشتند، گه همسر و کودکی مرا هم کشتند، از تیر و تفنگ مادرم بیزار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. صد بار خیانتی برادر دیدم، گه دامن همیراق خود تر دیدم، تاجیک به خون خود گه خمار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. در سنگر من سنگ و منی بیچاره، فریاد من و گوش کری استاره، از ناله من دل فلک افگار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. این خاک نه خاکی است که آسان آمد، اندر عوضی خون و دل و جان آمد، یا رب به دلم غمی نیاگان بار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. هرچند دلم پر از غم و تیمار است، تاجیک نوشتنت به این تومار است، این قسمت من قسمت ناتکرار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. شاهنامه مرا سوی وفا میخواند، سینای خرد سوی شفا میخواند، در سینه من وطن وطن در کار است، تاجیک بودن در این سرا دشوار است. روحاً به ته خاک وطن آسایم، تاجیک شوم باز به دنیا آیم، تا روز قیامت دل من بیدار است،
تاجیک بودن در این سرا دشوار است. بگوید که همون طور که گفتید، پس محبوبیت شاعر از نظر شما با چی برکش می شود؟ با عنوانهای بالا خانه‌دار یا که با اون که چند سراینده به سروده های این شاعر آهنگ بستند؟ با چی؟ این عامل هایی که برای ماندگاری یک شاعر شما نامبر میکنید، این عامل ها خیلی عامل های جزئی هستند. مثلا یک سرودی مشهور است، من برای که سخنی ما به دلیل نماند میگم: لاله خونی دل نوشد، نسترن کفن پوشد، سخت ماتم انگیز است سیر بوستان بی تو، یا زنده در جهان بی تو، یا بزم عاشقان بی تو. بزم عاشق. ببینید همین شاعر مؤلف ندارد و مؤلفش در هر کجا با هر نام ذکر می شود، اما این شعر وقتی که درد دارد، وقتی که این شعری روحی یک انسان از روحی بزرگ است، البته روحی عادی هم خیلی خورنده و نوشنده و میرنده نیست و یک روحی بزرگ است که میخواد صدا بلند کند، میخواد با خدا مثل ناصر خسرو در مناظره شود. درست وقتی که روحی بزرگ از روحی بزرگ این صدا میتراود و این صدا ماندگار است. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، میگوید حضرت حافظ. برای همینم از صدای سخن عشق خوشتر نماند و اینه که یک سراینده شعر شما را میخواند، اینه که سه چهار کس درباره شما نقد مینویسد یا در تلویزیون درباره شما برآمده گپ میزند، این یک چیزای جزئی هست که موقتا میتوند شما یا ورد زبان ها نگه دارد. موقتا این یک چیزای گذرا است. بله، لیکن برای واقعا ماندگار بودن دو عامل را من اساس میدونم. یکمش این که تلاش همیشگی به این معنا که میبخشید در حیات شما وزبین ترین فاجعه رخ دهد هم باید شما شاعر باقی مانید. در حیات شما یک بار یک گردش کلی بشود و شما داراترین هم بشوید. شاعران دارایی با کم نبودند. رودکی داراترین شاعر بود. انصوری دیگش از نقره زده بود، از نقره زد دیگ. انصوری شعر دارد خودش، دیگش از نقره زده بود، نقره با دیگ نقرگی به خوراک میپخت مثلا انصوری. یا که فرخی، شاعر بزرگ ما امروز هم شاعر بایی و ثروتمندی ما هستند، در ایران هم، در افغانستان هم، در تاجیکستان هم. یا که مبادا با گردش فلک شما دارا هم بشوید باید شاعر باقی مانید. یا که با یک وزنین ترین شیوه ها اگر فلک شما را یا پروردگار شما را بسنجد هم باید شاعر بمانید. یعنی تلاش متصل، تلاش پیوسته کنید که رابطتان بازخوان کنده نشود. این یک عامل ماندگاری. و دویم عامل ماندگاری طالع است. در بالا هم گفتم. ببینید سعدی چه خیلی عجایب میگوید. سعدی بزرگترین شاعر، صاحب چندین دیوانهای غزل، صاحب گلستان و بوستان، یک آدمی سفر کرده، میدونید بیشتر از 110 سال عمر دیده است. میگوید عمر سعدیانه میگوید. همین سعدی میگوید که اگر به هر سری موید، ببینید، اگر به هر سری موید 100 خرد باشد، خرد به کار نآید چو بخت بد باشد. یعنی که اگر بختی شاعر بد باشد یا بختی یک ایجادکار اگر بد باشد، که سعدی است، در هر سری موتون به یک خردتان باشد، یعنی 1000 خردتان باشد، خرد به کار نیاید چو بخت بد باشد. این گپ سعدی. برای من به این چیز باور دارم که اگر طالع مدد کند، اگر بخت بلندی کند، میمانید، شعرتان باقی میماند. این سرود و این تلویزیون و این نقد و این چیزها باور کنید این چیز جزئی است. سلامت باشید. الها بختتون بلندی کند. شما اصلا روزنامه‌نگار هستید و این خاطر ما گفتیم که این باید در برنامه هم قلم و هم علم پخش شود، این برنامه ما. ولی در اصل روزنامه‌نگار هستید و حالا هم کارمند رسمی هفته‌نامه جمهوریت هستید. مثلا ببینید که قالب تنگی یک نشریه رسمی، مخصوصا نشریه رسمی حکومتی، برای شما شاعر تنگی نمیکنه، در حالی که
با وجود آن که شما در این درگاه با شادروان عبدالقادر رحیم با استاد زیا عبدالله همکار بودید، هر روز میدیدید، از نصیحت های اونها بهره‌ور میشدید. سوال نه تنها به شما، به همه کسانی که در همین قالب رسمی کار میکنند تعلق دارد، یعنی که شاعر چگونه میتواند در قالب رسمی زندگی کند، ایجاد کند. جمهوریت اولین روزنامه حدود تاجیکستان است و 101 سال است که عرض هستی میکند و در فضای روزنامه جمهوریت بودن با پیران کاری که شما اونجا ذکر کردید، اونجا دادا جان روزیف بودند، عمرشان دراز بودند و حالا در بازنشسته هستند. محمد الله تبری بودند، حالا معاون رئیس اتفاق نویسندگان هستند. استادانی که استاد عبدالقادر رحیم یادشان بخیر، استاد زیا عبدالله، اینا همشون، رجب علی اسمت الله، قربان مدلی، اینا همشون پیروی کار هستند و اگر دقیق بگویم من یک آدمی سخت قالبی و سنتی هستم. سنتی به معنی اون دینیش نیست. سنتی یعنی که به همون آیین هایی که از پدرم، از بابای بیبی هم و من میراث مانده است، اونو من نگه داشتم میخوام و این به روحیه من سازگار است. من سخت قالب شکن آدم نیستم مثلا. و همین جمهوریت با همین ویژگی روحی من خیلی سازگار افتاده. سلامت باشید، بهترین پاسخ. ولی من میبینم که یا شاید پیشرفت علم و تکنیک باشد یا چیزی دیگر که امروز شما در قالب جمهوریت هم از قالب جمهوریت بیرون قدم ماندید. البته من میبینم که شما به نوارهای ویدیویی هم رو آوردید و چندین برنامه‌های جالب پیشنهاد کردید. با اندیشه خود شما در این جدا هم موفق شدید یا نه؟ یعنی یکم شدید یا نه؟ سلامت باشید. اصلا گریم همین کار را نیز ما در دایره جمهوریت آغاز کردیم و جمهوریت محض در زمان کار کردن ما و راهبری استاد قربانعلی رحمانزاده اولین بار یوتیوب کانال خودش باز کرد و مسئول و برنده و سازنده اولین برنامه های این یوتیوب کانال من بودم و با بنده به این مسئولیت رو باور کردم. و میدونید در بین اون برنامه هایی که ما ساختیم یک برنامه بسیار جالب بود با نام خانم گلچهره. این نام البته تاجیکستانی، یک خانم چینی است. میدونید در مرکز کانفوتسی، در دانشگاه کانفوتسی، دانشگاه ملی کار میکند. اونو میشناسید شما فکر میکنم. همسرشون یک مرد حصاری است، یعنی اونو به قولی که با تاجیکا پیوند شده هستن. با اون که صحبت کردم 100,000 زیاد بیننده دارد این برنامه ما. 100,000 زیاد بیننده دارد. تا فضای مرز چخیتای اونجای عبور کرد و وقتی که میخوانید در زیر اون شهرها به زبانهای چینی، انگلیسی هست مثلا بینید. یعنی که در اونجا هم ما کوشیدیم که اولین شویم و همین چیز پیش بریم، اما باور میکنید خیلی آمادگی بسیار در کار است. آمادگی این نه که صحبت کردن باشد. میدونید یک در روند نوارگیری، روند بعدی نوارگیری، روند تنظیم دل آدم میگیره. چه خوب است اگر شما به جای اینقدر وقت رو صرف کرده یک چیز تنظیم کنه. به قول شما که قایچه گرفته اینجا اونجا نوار تا بریدن، شما یک مقاله نویسید، یک مقاله مهم اجتماعی، تاریخی و تاریخی عاموی نویسید. فکر میکنم تاثیر بخشتر است از اون که شما یک روز دو روزتون رو برای یک نوار میبخشید. لیکن با وجود همین ما در همین سمت هستیم و تلاش ما امروز هم آینده هم همین خواهد بود که چون از این جای گریز نیست، باید در همین جاده باید خودمون بسنجیم، آب و تاب یابیم و در نزدیکترین فرصت خود یوتیوب کانال جمهوریت رو هم به صف پیش براریم. در روزگار جوانی ما شاعران بسیار با آبروی و با اعتبار بودند.
حتی رئیسان و وزیران میخواستن فقط با آنها خدمت کنند. مثلا استاد لایق، استاد مومن قناعت، استاد قطبی کرام، اشور سفر، بازار صابر، همیشه وزیران و رئیسان میخواستند کشکی آنها باشند. ولی حالا چگونه است؟ از زمان اونها تا زمان ما فرسخ‌ها فرق است و خودی استاد بازار هم میگن که زمانی ما همین گونه زمان بود. در خاطره هاشون بنویسن که زمانی ما همین گونه زمان بود که ما خودم ما پیش بودیم و شعر ما از قفا. یعنی که این گپی استاد بازار چی معنی داشت؟ معنی داشت که شعر به درجه نبود که قدر میکردن. تصور کنید گپ ببینید، مردانگی استاد بازار همین بود که میگفت که شعر ما به اون درجه نبود که اینقدر قدری بلند میکردن. مثلا چخیلی که شما گفتید امروز خوشبختانه سطح شعری ما سطح شعری مثلا بعدی نسلی استاد بازار و لایق و استاد بزرگسال اگر این نسل گیریم، در سرگه این نسل اگر مثلا استاد فرزانه و رستمی وهاب و سیاوش جنیدی و اگر خیلی شعر ما بدون مبالغه همسنگ شعر فارسی زبانان است، همسنگ شاعران افغانستان و ایران و فارسی زبانان دنیا که در دیگر جاها ایجاد میکنه. بزرگوار، مراد سوال من این بود که آیا همان شأن و اعتباری که در زمان لایق قطبی و اشور سفر شاعران پیش وزیران و امیران داشتند امروز هم دارند یا نه؟ من خیلی وقتی که در خودم همیشه تجربه نکردم گفتم نمیتونم. سلامت باشید. همین شاعری بعد به شما درآمد مالی میارد؟ یگان ذره. همین شعر و شاعری به شما چی داد؟ همین شما از همین سرنوشت خویش بعد قناعتمندید؟ بدون شبهه من راضی هستم و حتی بعضی ها میگوین که مثلا سوال میدهن که اگر بار دیگه به دنیا بیایی تو کی میشوی مثلا، یا به سیمای کی آمدنی هست، یا چی برای چی آمدنی، یا چی کسب، یا کی را انتخاب میکنی، کی را همسرت انتخاب میکنی، کدام کسب. اگر من بار دیگر همین گونه امکان واقعا باشد بار دیگر میخواستم که شاعر باشم، نه همچون کسب بلکه سرنوشتم با شعر پیوند خورد، چون که این لذتش من ساعتها گویم احساس کرده نمیشود. خودی شنونده شما هم خودی شما هم همچون سازنده این برنامه احساس نمیکنید، چون که اون لذت شاید تنها استاد رودکی، شاید پوشکین میدونید، شاید چیخوف، شاید شاید استاد لایق میدونید. برای من این به شما گفته نمیتونم که این چی لذتی دارد، لذتی که با درد آمیخته. سلامت باشید بزرگوار عزیز. واقعا یک صحبتی خوب و خاطرمانی شد. خوش آمدید به برنامه. این بود برنامه نوبتی هم قلم و هم علم با شرکت روزنامه‌نگار و شاعر موفق تاجیک بزرگوار بهادر. خوش آمدید یک بار دیگر.